نسیم شمال. اشعار. دلم از دست چرخ کرد آماس، داد از این ناکس و نمک نشناس. دوش وقت غروب پرسیدم مشکلی چند از ابوالعباس. گفتمش بنده از تو می ترسم. گفت منمای هیچ خوف و هراس. هرچه خواهی بخواه بی تشویش، هرچه پرسی بپرس بی وسواس. منم امروز مقتدای جهان، منم امروز صاحب انفاس. گفتمش ریش چون شود قرمز؟ زود گفت از حنا و از ریناس. گفتم الماس و سنگ فرقش چیست؟ گفت از سنگ زاده شد الماس. گفتمش میوه بهاری چیست؟ گفت قارچ است و کنگر و ریواز. گفتمش دل چسان سفید شود؟ گفت از شیر گاو و کاسه ماز. گفتم این پول از کجا آمد؟ گفت از کیمیا و از قرطاس. گفتمش میوه بچه دارد؟ گفت آلوبالو بود بچه گیلاس. گفتم آقا امام اول کیست؟ دفعة گفت حضرت عباس. گفتمش مال خلق چون بخورند؟ گفت بنوای دعوی افلاس. گفتم آخر چسان شوم مفلس؟ گفت 10 رنگ وصل بزن به لباس. گفتم این جنگ کی تمام شود؟ گفت من هم نمی کنم احساس. چون ز مشروطه گفتمش گفتا قل اعوذنا برب الناس. پس مبارک بود چو فر هما، اول کارها به نام خدا.